کریستوفر نولان برای فیلم اینترستلار باید میامد از ایران الگو برداری میکرد. چرا؟ چون ما تو جهان هستی و کائنات 3 تا زمان بیشتر نداریم، زمان حال، آینده و گذشته. ولی ما ایرانی‌ها 5 تا زمان داریم: حال، گذشته، آینده، زمان شاه، زمان ارزونی. یعنی تو خارج از کشور یه نفر به یه نفر دیگه میرسه میگه see you tomorrow. همینو اگه تو ایران یه نفر بپرسی میگه اگه زنده بودیم همدیگه رو فردا میبینیم. یعنی اصلا امیدی به فردا نداره. این تصمیم رو کی میگیره؟ زمان حال میگیره، موقعی که توی دستشویی خونه یا تو حموم داره به گذشته فکر میکنه، به زمانی که بدبختی و بیچارگی و ورشکستگی و طلاق و بیپولی کشیده تا خودش رو رسونده به زمان حال. زمان ارزونی کیه؟ سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، همون موقعی که اومد گفت چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ من همه چی رو درست میکنم، تو دهن کل دنیا میزنم، اگه شما بذارید ما متحد باید باشیم. این سال اول احمدی نژاد بود که توی سیستم زندگی ما ثبت شده به عنوان زمان ارزونی. زمان شاه کی بود؟ موقعی که یه جوونی بهت میرسه از خاطرات زمان شاه تعریف میکنه، بعد تو میپرسی متولد چندی؟ میگه 70 80. عزیزم تو اصلا اون موقع نبودی، تو پیازم نبودی، حتی نخلم نبودی که اصلا تو نبودی. یا یه کلیپی میبینی، یه ویدیویی میبینی و آه میکشی، میگی آه اون زمان یادش بخیر. خدا همون موقع میگه دوباره این جبرئیل میاد پایین، میگه چته؟ میگه یاد زمان شاه افتادم، آه کشیدم. میگه حق داری. آخه اون زمان کسی آه نمیکشید، همه چی بود، نعمت بود، فراوونی بود، سفره‌ها رنگین‌تر بود، دلا شادتر بود، کسی آه نمیکشید. برکت داشت کاری که میکردی، پولی که در میوردی برکت داشت، کسی آه نمیکشید، همه راضی بودن. حتی حاج آقای محلمون هم موقعی که به من میرسه میگه اون زمان بهتر بود، عبادت‌ها بیشتر بود، مسجدها پرتر بود، خود شاه زیارت میرفت. منم میپرسم حاج آقا پس چرا انقلاب کردید؟ اگه خوب بود، اگه همه چی خوب بود، چرا انقلاب کردید ریختید بیرون؟ میگه ما نبودیم. پس کی بوده؟ چرا هیچکی گردن نمیگیره؟ من یه نفر رو ندیدم بیاد بگه آقا منم بودم، یعنی سینه‌ش رو ستپ کنه بیاد جلو بگه 57 منم ریختم بیرون، منم بودم. هیچ کس رو ندیدم. من هیچ کس رو ندیدم. الان نمیدونم خودم تو چه زمانی گیر کردم. تو زمان حال گیر کردم یا گذشته، یا باید به آینده فکر کنم، یا تو زمان ارزونی سیر کنم، یا به زمان شاه فکر کنم.